درود بیننده عزیزی یوتیوب کانال تیوی سیما. اینک قصه را باز تقدیمتان میکنیم. قصه بسا عبرت بخش است. پدران را نرنجانید. یک مردی دهقانی بود. عمر خود را با دهقانی میگذرانید. مرد 4 پسر و 2 دختر داشت. برای خوراندن و پیشانیدن فرزندهایش از صبح تا شام در صحرا کلند میزد. با نان حلال فرزندهایش را میخوراند و تربیت میکرد. از بین فرزندهایش پسر دویمش به شهر رفت، به دانشگاه عالی داخل شد. مرد دهقان فخر میکرد که پسر او در دانشگاه میخواند و نام سزاوار دانشجویی را پیشه میکند. مرد از پیشتر دیده بسیارتر مهنت میکرد. با عرق جبین زحمت میکشید. هر ماه به پسرش پول خوراکه میفرستاد. دیگر فرزندانش مثل پدرش در زمین دهقانی میکردند. سالها گذشت. پسر دویمش دانشگاه را تمام کرد و در شهر ماند و یک دختر را دوست داشت. والدین دختری دوست داشته‌اش را فاتحه کرده همه بایگری هایشان را فروخته و باقی مانده‌اش قرض گرفته به او از شهر خانه خریدند و توی هم آراستند. همین طور پسرش در یک اداره کلان اقتصادچی شده به کار درآمد. بعد یک چند سال او را جانشین رئیس کارخانه انتخاب کردند. او با بهانه سرکاری آهسته آهسته پدر و مادرش را نمی توانست خبر بگیرد. به خانه پدر کم می رفت. همین طور در رفت زندگی و کار و پیکارش صاحب 2 پسر شد. زوجش از عائله های ثروتمند بود و در بیمارخانه دکتر شده کار میکرد. روزی از روزها پدرش بیمار شد. خواهرش به برادرش خبر داد. برادرش باشد با بهانه در سفر کاری بودن پدر را خبر نگرفت. پدر را به بیمارخانه برده بستری کردند. بعد طبابت طولانی به خانه آمد. یک روز مرد به زنش گفت: کمپیر، کمی چارمغز و مویز، جرغات و قروت و از میوه ها تیار کن. من به دیدن نبیره هایم به شهر می روم. مرد در تن جامه، در پای موزه، در میان بند، در سر تاقی کهنه داشت. بعد نماز بامداد به اتوبوس سوار شده راه شهر را پیش گرفت. مردی 75 ساله با 2 خلطه باری وزنین، از سر و رویش آب و عرق شوریده یک تا قدم مانده به پیش دروازه خانه پسرش نزدیک شد. در نزد دروازه یک تا افت-ماشین کلان آینه هایش سیاه می ایستاد. در قفای افت-ماشین پسرش با 3 تن رفیقان، شاید همکارانش بود، صحبت می کرد. همه اینها شیم و کاستیوم زیبا، گالستوک در گردن، پایافزال زیبا در پای داشتند. موی سفید به آنها نزدیک شده بارخلطه ها را به زمین گذاشت و با هر یکی آنها با دست سلام کرد. به طرف پسرش دست دراز کرد. پسرش به جای سلام کردن در خانه را اشاره کرد. موی سفید یک کمی رنجید و بارخلطه را از زمین برداشته به خانه در آمد. نبیره هایش بابا جان گفته دویده آمده بابا را به آغوش گرفتند. کلینش به زور سلام کرد. پسرش غضب آلود به خانه در آمد و با قهر به پدرش روی آورد و گفت: به ما سلام نداده به خانه در آید نمی شد مگر؟ یک بار به خودتان نگاه کنید، احوالتان را ببینید. مرا در پیش همکارانم شرمنده کردید. گفت و برآمده رفت. در چشمان موی سفید اشک حلقه زد. موی سفید به کتی روی حولی نشسته از قرآن کریم 1-2 سوره قرائت کرده آمین کرد و خسته رفت. در راه خود به خود گفت: پسرم، تو از روی آفتاب زده من شرم داشتی؟ از این جامه و موزه، تاقی و میانبند من شرم ندار. موزه مرا از نمی،
جامه از گرمی و خنکی، تاقی از آفتاب مرا محافظت کردند. با همین موزه و جامه و تاقی و میانبند من مهنت کرده تو را کلان کردم، علم آموزاندم، خانه و در کردم. امروز تو از من شرم داشتی؟ گویان زیر لب به خود می گفت و به خانه آمده رسید. مادرش پسر و کلین و نبیره هایش را پرسان شد. همه‌شان نغز به تو سلام گفتند. کمپیر یک تا چای کن، تشنه ماندم، گفت موسفید. موسفید یک پیاله چای ننوشیده کلینش زنگ زد. گریه گلوگیرش میکرد و گفت پدر جان، تازان بیاید، پسرتان به صدمه دچار شده است، حالا در بیمارخانه خواب است. موسفید برابر شنیدن این خبر با 2 پسر و 2 دخترش باز راه شهر را پیش گرفتند. یک پسر همراه مادر در ده ماند. آنها به بیمارخانه رسیدند. کلینش گریان در نزد در می ایستاد. پسرش بیهوش در حالت کام قرار داشت. دکترها گفتند که حالت او وزنین است. پس بینندگان عزیز، هیچگاه پدران را نرنجانید. قدر بزرگی پدران را بدانید، زیرا پدر راضی خدا راضی.